سلام دوستا وطندارا، جور بخیر. بچه ها دوباره آمدم با یک ترکیب خیلی خفن. بچه ها فقط کلیپ رو رد نکنید، نگاه کنید چه ترکیب بزنم براتون. بچه ها یک ترکیب بزنم ببین دیگه. میگم این ترکیب هایی که ما بزنم دیگه برای دیگران قفله دیگه، دیگران نمیتونن بزنن. اصلا خیالتون راحت. یعنی چالش است، هر کس که بگه من میتونم چالش است. بیاره با هم میزنیم که میتونه بزنه. فقط ببین ما یک چیزایی میخوام بزنیم که دیگه اصلا زدنش میگم کلا قفل باشه. میفهمی چی میگم؟ بچه ها همین انرژی و همین آهنگ. یه آهنگ باشه که بتونی همینا رو بخوری، اگه آهنگ نباشه که نمیتونی بخوری دیگه. اینو چی کار کنم؟ اینم بزنیم؟ یک از اینم باش بزنیم. نظرتون چیه؟ سیپیتی بود خیلی خوب بود. بچه ها سیگرت برای ورزشکار اصلا خوب نیست. بچه ورزشکار ببخشید منم دیگه، اگه اشتباهی شده دیگه خودتون ببخشید دیگه، بزرگی کنین، لطف کنین دیگه. ولی من در کل طرفدار ورزشکارا میره، خودتون میدونین دیگه. ببین تو میتونین از ورزشکار جماعت حمایت کنه. ورزشکار ببین باعث افتخار وطن است. با ورزشکار کل وطن یک ورزشکار میتونه کل وطن تو بروخ کل دنیا بکشه. فقط ورزشکار، فقط ورزشکار دیگه. این پروفسور و فیلسوف و نمیدونم فلان اینا همش ببخشید دیگه ولی در کل ورزشکار خیلی خوبه. حالا موندم چی رو بزنم با این بچه ها، چی رو بزنم؟ یه خودتون میفهمین دیگه. دلستره دیگه، دلستره دیگه. دلستر انگور. بدر خانه بدون چیزم به نظرتان بعدم درو شما اصلا نظر نمیدین که من کدوم اینا رو بزنم. بستنی خوبه؟ بستنی رو با چی بزنیم به نظرتون؟ این چی مدل بستنی است؟ بستنیش سگم انگار داخلش ناخود انداختی. ناخود است یا مغز چهارمغز؟ خدایا ما هم نمیفهمیم که چی است. به نظرم مغز چهارمغز است ولی ناخود باره معلوم میشم. با کدوم اینو بزنم به نظره؟ تورشی بزنم؟ سرکه بزنم؟ مقبولکا دل را خون میکنه. مقبولکا مقبولک با ساس چطور هستی؟ بچو یا خدا چه بشی؟ دیگه چی بزنم با این؟ از این بزنم؟ یا نه این که نه این زیاد جالب نیست.
نه اینم خوبه، ترکیبش خیلی خفن میشه. این چی؟ اینو بزنید. کف سکیه ببین هر دفعه که از اینو جور میکنم دیگه کفش میده سرریز میشه. واه بچه ها نگاه کنید بچه ها دوستا یا انگار سیکو به به فقط خودت عشق است. چی جور شد بچه ها پر روی 420 پرومکس 420 میگم میزنم که اصلا کلکپر همه بریزه اصلا مهم نیست جان چی شد هیچی میشه اوه بچه ها کسی هست بتونه اینو بزنه میتونه چلنج هستین اگه بتونه جایزه داره هر که بتونه اینو بزنه جایزه داره بچه ما ایره تا وقت داری نمیخورم تا که سابسکرایب و چیره تو زنگولگرش فشار ندی ببین 420ش کن ببین سلامتی افغانستان زنده باد افغانستان مرگ بر پاکستان زنده باد بچه های ورزشکار این بوی سسش خیلی بد است بخورم میشه چند میدی بخورم میشه نمیدی؟ بده دیگه و سابسکرایب رو بزن دیگه وطن داره با یه آهنگیری هم میگیره پیش پدرت پیش پدرت میایم مگه پدرت قبول نکنه ایرو میزنم سلامتیتون بچه ها هیچی بود دیگه هیچی بود بچه ها من میتونم بزنمش هر چی باشم میزنمش اصلا مهم نیست هر ترکیبی رو بیاری من میزنم مهم نیست چی باشه میگم دیگه اصلا مهم نیست چی باشه میزنمش شما هم بزنید سابسکرایب تا ویدیوهای بعدی خفن‌تر پر انرژی تر 420 تر بیایم خدمتتون بچه ها وطندارای گل نازنین بچه ها یک چیزی را که خیلی برای من جالب است خب که هیچ وقت دوست ندارم اینایی که میاین یوتیوب اینا پشت سر او کلیپ کو بچه ها اینا نمیدونم به کلاشون بد میخوره یا نه 2000 هم نیستن میدونی چرا؟ چون اینا فقط هر زن پشت مردم رو بلدن دیگه هیچی بلد نیستن توی زندگیشون حالا قرتون میایه نمیایه ولی هیچی نیستین فقط به جز این که پشت سر مردم حرف بزنین بچه ورزشکار من هیچ ورزشی نرفتم ولی حس میکنم یک جورای ورزشکارم